در زمانی که زمان تسلیم شد، آفتاب آسمان تسلیم شد، باغ بر حکم خزان تسلیم شد، مذهب و قوم و زبان تسلیم شد، کشور از بیم جان تسلیم شد، این جهان بر آن جهان تسلیم شد. احمد مسعود پرچم را گرفت، هیبت تاجک عالم را گرفت. در زمانی که دل دنیا شکست، هند و چین و روس و امریکا شکست، طرح صلح و حرمت و امضا شکست، آخرین امید بر فردا شکست، حکمت عرفان و مولانا شکست، در گلوی مادران آه شکست. احمد مسعود پرچم را گرفت، هیبت تاجک عالم را گرفت. چون امام قوم ایمان را فروخت، سرقمندانش قماندان را فروخت، افسر و سرباز و سربان را فروخت، کشور اردو و ارکان را فروخت، کابل و بلخ و بدخشان را فروخت، نازنینان خراسان را فروخت. احمد مسعود پرچم را گرفت، هیبت تاجک عالم را گرفت. فقر مسعودی به سر برخاست و بر همان فقر پدر برخاست و زنده شد بار دیگر برخاست و همچو امید بشر برخاست و همچو خورشید سحر برخاست و اینکه از هر بام و در برخاست و احمد مسعود پرچم را گرفت، شوکت تاجک عالم را گرفت. بازتاب گوهر آزادگان، آفتاب خواهر آزادگان، پاسدار سنگر آزادگان، پیشوای لشکر آزادگان، شهسوار کشور آزادگان. احمد مسعود پرچم را گرفت، شوکت تاجک عالم را گرفت. زنده باد.